از سایت فریلنسر این پروژه 800 یورویی رو گرفتم. میخوام بهت بگم چجور گرفتمش که تو هم بتونی از این پروژه ها بگیری. 0 تا 100 گرفتن این پروژه رو تو 3 تا پست بهت میگم. این اولیشه. اول از هر چیز توضیحات پروژه رو دقیق خوندم و به 4 تا نکته دقت کردم. چهارمی رو تو کپشن مینویسم چون خیلی مهمه. 1. کارفرما صاحب کسب و کاره، پس پروژهش مطمئنه. 2. اپ اینترنال یوزر بود، دردسر طراحی و پابلیش توی گوگل پلی نداشت. 3. فقط اپ اندروید می‌خواست، خیلی راحته. پروژه رو خیلی جذاب دیدم و باید می‌گرفتم. تو قسمت بعدی میگم چجوری با یه پروپوزال کوتاه کارفرما رو میخوب کردم. چجوری این پروژه 800 یورویی رو از کارفرمای فرانسوی گرفتم؟ قسمت دوم. این پروپوزال باعث شد من 800 یورو درآمد داشته باشم. اول برداشت خودم رو با جزئیات از توضیحات پروژه گفتم. بعدش با نشون دادن تجربه کاریم توجهش رو جلب کردم. اینجا با جزئیات همه مهارتامو گفتم و با جمله آخرم کارفرما رو میخوب کردم. حالا مهارتتو کامنت کن تا برات پروژه بفرست. چجوری یه پروژه 800 یورویی رو از کارفرمای فرانسوی گرفتم؟ قسمت سوم. تو این دو تا پست مراحل قبلی رو توضیح دادم. این قسمت آخره. بعد فرستادن پروپوزال کارفرما وارد چت شد. تمام جزئیات پروژه رو ازش پرسیدم و پروژه مشابهی که قبلا انجام داده بودم رو براش فرستادم. خیالش راحت شد و بهم اعتماد کرد و پروژه رو بهم داد. کارفرما می‌خواست این اطلاعات رو از هر کسی که به فروشگاهش زنگ زد استخراج کنه. اونم برای 100 تا شعبه. ازم خواست از سایت بریم بیرون، ولی من مخالفت کردم. شک نکن با این کار اکانتت رو می‌بندن. در نهایت تو 3 هفته پروژه رو انجام دادم. انقدر از نتیجه راضی بود که این امتیاز 5 ستاره رو هم بهم داد. پروژه رو هم بزرگتر کرد و الان 3 ماه دارم باش کار میکنم. خودش هم باورش نمیشد یه ساله $21000 درآمد بزنه. نوید در عرض 1 سال 45 تا پروژه بین‌المللی گرفت، ولی 3 ماه اول فعالیتش هیچ پروژه‌ای نتونست بگیره. مثل خیلی‌ها میترسید از پروژه گرفتن، رقابت، هندیا، کارفرماها. حالا نوید چیکار کرد که اینقدر موفق شد؟ دیدی ورزشکارا میخوان شروع کنن، اول میرن گرم میکنن، بعد از حرکات سبکتر شروع میکنن و کم کم سنگین و سنگین ترش میکنن. مثل نوید اول کارش رفت سراغ پروژه‌های خیلی کوچیک، بعد قیمت پروژه‌هاشو هی بالا و بالاتر برد. به یه جایی رسید که پروژه زیر $500 دیگه قبول نمیکرد. طبق تجربه این موفق ترین استراتژیه. تو هم میتونی از پروژه‌های خیلی کوچیک شروع کنی و کم کم قیمت پروژه‌هات رو بالا و بالاتر ببری.